سلام دوستان، امروز اومدم که این آسیاب نمک فلفل زولینگو یک محصول پیشرفته و قشنگی از برند آلمانی رو بهتون نشون بدم. بریم که با هم ببینیم. خب رنگ سفید و مشکیش که واقعا قشنگه و اینکه تیغه‌هاش سرامیکی و مقاوم برای آسیاب انواع ادویه ها که کار شما رو خیلی راحت میکنه، حالا چه تو آشپزخونه چه برای آشپزی‌های حرفه‌ای. موتورش برقیه و قدرت خیلی بالایی داره و امکان اینو داره که شما ادویه‌ای که میخواید آسیاب کنید و حالا چه ریز باشه یا چه درشت مشاهده میکنید که باتریش قابل شارژه، تمیز کردنشون خیلی آسونه، قطعاتش راحت از هم جدا میشه. الان نشونتون میدم اینجا. بله، قطعاتش به همین راحتی از هم جدا میشه و بدنه خیلی مقاومی در برابر لکه گرفتن داره. یعنی به این آسونی ها نه کثیف میشه نه لکه میگیره. قابل شارژ هم هست و یه بروس تمیز کننده هم داره. اینم که کابل USB